کنسول جمهوری اسلامی که 6 نوامبر سال 1994 از طریق رای‌پرسی خلقی قبول کرده شده و با آن سه مرتبه تغییر لباس 1999 2003 و 2016 تغییر وارد کرده شد. در واقع بحر رشد حیات جامعه تاجیکستان نقشی خیلی نظارت داشت و کنسول جمهوری اسلامی حفظ حقوق انسان و شهروند را از جانب دولت کفالت داده است. یعنی که ببینید که در کنسول جمهوری اسلامی انسان جایگاه خاص دارند و کنسول جمهوری اسلامی به هر یک شخص حقوق به تحصیل، حقوق به مهنت، حقوق به استراحت، حقوق به دخل ناپذیری منزل و دیگر حقوق را کفالت داده است که در مجموع میتوان که طورمون ذکر کردم کنسول جمهوری اسلامی در مجموع کنسول است که دارای تمام حقوق آزادی وابسته به حقوق انسان میباشد و آن همین حقوق آزادی انسان را از جانب دولت طبق کنسول کفالت داده شده است.